صدر صحنه میگوییم یک نفر پیش نظر میآید. او کی است؟ هنرپیشه مردمی تاجیکستان، معلمه عزیز گلسره عبداللهیوه. خوش آمدیدتان. السلام علیکم معلم عزیز. بردیگر مرحبا می‌نشینیم. خوش آمدید به تلویزیون بهارستان. تشکر. بسیار شدم که البته این لحظه با شما صحبت داریم و شما رو در نزد خود می‌بینیم. من باور دارم که البته یک صحبت بسیار جالب، یک صحبت تخصصی با شما خواهیم داشت و باور دارم که از صحبت شما این خوانندگان یک معلومات میتوانند به خود بگیرند و در آینده کسب درستی خود رو میتوانند که انتخاب کنند. بله بله. سلامت باشید. در اول یگان چی گفتنی باشید با اشتراکچیان با تماشابینان ما مرحمت میشنویم. اولا اینکه من منتداری خود را به شما اظهار میکنم که با این روز خوشنود با بهترین جوانهای امروزه تاجیکستان مرا واخواندید. من با آنها هم صحبت می شوم و دیدار زیبای آنها را دیده من خوشحال شدم. برای همین حال صحبت پیش بباز. سلامت باشید. تشکر می‌کنم. تماشابینان عزیز، یادداشت می‌شویم که در برنامه نوبتی ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 ناحیه اسماعیل سامانی قرار دارند. همراه آموزگارشان بسیار تشکر برای شما که البته فرصت جدا کردید خوانندگان رو به استودیوی ما آوردید و اطمینان دارم که البته این صحبت ما به خوانندگان پسند میآید. خوش آمدید شما هم به تلویزیون بهارستان. برای خودتون یک قرصک بزنید. و این لحظه تماشابینان عزیز میگذاریم به قسمت اساسی برنامه، به قسمت سوال و جواب. با شبکه بهارستان بمانید. معلم عزیز، بیایید از دوران حرف میزنیم که واقعا هم مهر صنعت، مهر کسب هنرپیشگی در دل شما پیدا شد تا اینکه به این جاده، به این سمت برسید و موفق شوید. در آوان جوانی مثل این جوانان دل من در جوش و خروش بود و همیشه در تکاکب هنر آموختن، هنر جستن، با کدام دانشکده داخل شدن و کدام کسب را دوست داشتن را من همیشه در وجود خود، در دل خود می پروریدم و حالا آنکه آنها را دیده ایستادم، دل آنها با کدام حالت باشند، در کدام جوش و خروش باشند و هر یکی آنها چه آرزوهایی نیکی دارند که همیشه باید عملی گردد. این بینن من در صنف 9 گفتیدم، در 9م صنف من بسیار اثرها رو زیاد میخوندم. از آنها میگرفتم و مطالعه کرده در صحنه‌چه های تئاتر میگذاشتم و رول میبازیدم و مثل آنها ما در حولی زندگی میکردیم، در یک دهه شهر نو و هر پگاه وقتی که من حولی میرفتم در آن مجله های زیادی ما به می آمد. این مکتب سویتی و این معارف مدنیت و تاجیکستان سویتی و این گازیته های و ژورنال ها زیاد می آمدند و من از آنها همیشه کوشش میکردم که شعر پیدا کنم و تیار کنم در وقتی روبچو کردن حولیمون و من کوشش میکردم که چیزی بیاموزم و به پدر خود، مادر خود خوانده دهم و فکر و عقیده آنها را فهمم و همیشه در جستجوی آن کسب و کاری که امروز من کرده ایستادم بودم و از تحت دل که کوشش کردم و مقصدم رسیدم. ما جوانا کم اهمیت میدهیم. عموما قریب که میگوییم که زندگی همین خیلی میگذرد. نه، باید خواندن در کار. این سخنها را تمام بزرگان روی عالم گفتند که خواندن باز هم خواندن است. من فقط از نبیره های خودم التجا میکنم، معلم های خود را استفاده برید، آموزید، نفهمیدگیتان را پرسید، آینده عذاب نکشید. اگر ته کرسی
با قوت باشد، آینده شما اونقدر زیبا، اونقدر آسان میگذرد که اگر شما علم رو آموخته باشید، کتاب رو خوانده باشید، همون معلمه رو ناز گوش کرده باشید، هیچگاه در نمیمانید، عذاب نمیکشید. همین خیلی در اینستیتوت دانشکده های عالی رو هم با آسانی از خود میکنید و وقتی که با کسب و هنر میروید اونجا باز هم آسان تر میشود. برای چی؟ برای اینکه ته کرسی است. میگن که فوندامنت خانه اگر با قوت باشد خانه نمی افتد، یگان زمین جنبی آن را خلل نمی رساند و نمی افساند. اگر همین خیل روی که در تمام کاری که شما نکنید از تحت دل کنید، مهنت کنید، عذاب کشید، در زندگی خود را یابید، همان قدر آسان می شود. این چنین همان امارت هایی که ساختگی هستند اگر از تحت دل در حقیقت مهنت کرده فوندامنتش خوب ساخته باشند و با قوت خانه خسته باشد، انشاءالله مردم در آنجا تا آخر عمر زندگی کرده می تواند. باور کنیدتون من یک آدمی خالص، من از تحت دل شما به آرزوهای نیک دارم که اگر گفته های کلان سالان را اجرا کنیدتون خار نمی شویدتون، برای راست می رویدتون، با قله های بلند می برویدتون، با وظیفه های بلند صاحب می شویدتون. شما درباره مشکلی ها گفتید و من میدونم که در سالهایی که شما انتخاب کردید این کسب رو آسان نبود. بله. یعنی برای انتخاب کردن، برای صنعت رفتن، برای موفق شدن اون سالها آسان نبود، واقعا هم بسیار مشکلی های جدی بود. اما بعد از مشکلی های میگوییم که واقعا هم پسی سر کردنش دشوار بود، اما شما اون رو پشت سر کردید و با موفقیت رسیدید. کدام مشکلی هایی بود که واقعا هم مانع انتخاب شما میشد، قدم پیش نهادید و دست بالا شدید؟ 60 سال پیش شما حالا نمیدونید آن دوره ها چگونه بودند و خیلی برای کسب و هنر را آموختن یا به مقصد رسیدن به نهایت مشکل بود. و من یک دختر جسور، چالاک، همه طرفه زندگی رو میفهمیدگی، پدرم دیرکتوری مکتب اینترنت بودند، هر چیزی که نباشد در آن دوره هنرمند شدن، اکتریسه نامش معقول نبود، مردم تاجیک بود، مردم دهات بود. و البته پدر و مادر من نمیخواستند که من هنرمند شوم و پدرم میگفتند که مثل من معلم شو. مادرم هیچگاه تصور نمیکردند و هر وقتی که من در تابستان می آمدم و در خانه، من مکتب عالی مسکو تمام کردگی، اینستیتوت تئاتروی گیتیس نام داشت به نام لوناچارسکی. من ختم کرده 5 سال به تحصیل تابستانه می آمدم. مادرم تا روز شدن بالای سری من به می نشستند و تولا می کردند که مکتب را ترک کنم. هر کی شوم و اکتریسه هنرمند نشوم. و به نهایت در آن وقت مشکلی های زیاد بود. هیچ یک پدر و مادر نمیخواستند که فرزندشان، نه اینکه دختر، پسرشان هم هنرمند نشود. کوشش کردم، غیرت کردم و با کدام راهی که نباشد خواستم به مقصدم رسم. و من چیکار کردم؟ وقتی که اومدم در اینستیتوت فاکولته فیلولوژی به داخل شدم. در یک روز دی امتحان می سپردیم. معلم های ما از شهر مسکو اومده از تاجیکستان 24 نفر هنرمندها رو انتخاب کردن، با لیاقت باشند، با فهم باشند. از بین 300 کس از دانشکده عالی ما انشا می نویسیم، من رو انتخاب کردن. یعنی این دخترک بری که بودم من، انا خسر لباس پوشیدگی، تیپیو پوشیدگی، یکم بافتگی، گیتیس مسکو داخل شدم. انا اکو رفتن به اجازت نیست. اونقدر پدر و مادرم را غم داده، عذاب دادگی که اینقدر فاجعه سخت، اینقدر غم انگیز، اینقدر وای خانه ما ماتم و این قصه های بی نهایت زیاد اینجا. و همون
سر و لباس های من، آستینای من بر روی دستشان میگیرند و در روی حولی در یک نزد کانال زندگی میکنیم. در همونجا مادرم قریب که عقلشان را گم میکنند، ناله میکنند، عقل و ویشان را گم میکنند. که تصور کنید که فرزند آنها، دختر آنها، ما 8 نفر، 5 تا دختر، 3 تا پسر. اینا خدا به شکر قریب همین 5 نفرمون آدمای هنرمند شدیم. و برادری من حلیم سنگین، کارگردانی یکم کانال تلویزیون تاجیکستان، یک تا اپم و دایره‌چی دیگرش سرود میخونه. عموما همون کسب و هنرمون هست. یک تا من 5 ساله بودم و روی ملچه را به سرم می انداختم و اشکانم روان می شدند و من نقش مادر را می بازیدم. در 5 سالگی؟ از 5 سالگیم 70 سال شد که من نقش مادر را می بازم. اگر خواهدتان من درباره مادرای خودم میگویم، من قریب که در سینما، در تلویزیون، در صحنه های تاجیک، در تمام جا صدها نقش های مادران را بازیدم. ولی مراجعت نامه مادرنامه های مادران روی عالم را آفریدم که آنها فقط برای صلح و صلاح، برای تنجی امانی فرزند می آفرند و تربیه می کنند و برای جمعیت امروزه فرزندهای آنها شخصایی در کاری شوند. اگر شما نخوانیتان، علم نآموزیتان، هنر نآموزیتان، کی آباد میکند؟ شما جان جگری منه و شما ببینید اینقدر جوان هستیتان، با عقل هستیتان، اینقدر نازنین. من باوری دارم که از عهده خواندن حتما میبرایتان. مرحمت از شما شروع. معلمه جان عزیز، بگوید که هنرمندان بیشتر به کدام مشکلی ها دچار میشوند؟ در زندگی به مشکلات نمی شود. هر یک شخصی که تاب و طاقت میکند، مشکلی ها رو از سر بدر میکند، انا هوای انسان حقیقی شده میتواند. و نه آنی که اگر اینقدر مشکلی ها زیاد هستند که هر یکی ولی اگر یک به یک گفته گذاریم این وقت زیاده میگیرد. میشود مشکلی، لیکن طاقت کردن در کار، با عقل باشید، از سر گذرانیدن در کار. همه چی گذرانده است. سلامت باشید. مرحمت. سوال نوبتی. معلمه جان عزیز، میتواند از یگان نقشتان بازی کنید؟ من مادرم، مادری جان بخش و مهر پرورم. دردی هر یک فرد دردی من است، دردی کولی سیاره است. اکنون پیام این دوستانهای دراز. بله زیاد است. سلامت باشید. سوال نوبتی. مرحمت. شما را مادری صحنه مینامند، چرا در شما پیدا نمودند که بیشتر در این نقش به شما باوری میکنند؟ من شما برای خردسالک بودم و نقش های دخترکان را میدادند. من نقش های مادران را انتخاب میکردم. استادان من حیران میشدند که چرا اینقدر دخترک جوان هست و همیشه طلب میکند که نقش های مادران را بازی کند. باور کنید از همان وقت سر کرده و من بعد دیگر نقشه هم میتونم، من بسیار دیگر نقشه هم آفریدگی بازی کردگی. من این اسمخان و سرمخان پدر و مادر و بیبی هاتان میدونن. نقش مادر این انتخابی من. پدرم گفتن که تو که اکنون هنرمند شدی بگذار، مایلش کارت رو پیش بر. فقط التجا کردن که همین نقشه های
خوب رو آفر، نقشای مادران رو بازی کن، نقشایی که قوی نقش است و هنرمند است و هر ابراز رو می آفرد. ما حق داریم که همه ابراز آفریم. بله سلامت باشین. تشکر. من برای آبادی زمین، برای حیات فرزند می آفرم. من با شیری سفیدم، با روانی فرزندانم، با حس انسان دوستی و رفاقت و نکوکاری می پرورم. سال 1971 بود اگر خطا نکنم در فیلمی اسکازان رستم اشتراک کردید، نقش مادر جوان رو بازیدید. ده و بیاید از همون لحظه حرف میزنیم. کارگردان همین فیلم کی بود؟ چگونه این نقش رو به شما پیشنهاد کردن و شما چگونه قبول کردید؟ من در تعطیل تابستانه که استودیو تاجیک فیلم با اومدم. در اونجا یک مردی ولی آنم خیلی یکی از پیشم وو خورد. اما سلام گفتم و گذاشتم که ایستا گفت کنی قدرت بلند کن. من از قدی بلندم تمام عمرم شرم داشتم که قدی من بلند است. من گفتم مسخره کرده ایستا دست منمی. با این خیل کردم شد یافتم. گفت این بوریس الکسیویچ کیمیاگرف که کارگردانی این فیلم رستم و سهراب. و در اونجا وقتی که به من این نقش رو دادند باور کردند، من حال دوم کورس میخوندم. وقتی که کامیراهای میمونن مردم جمع میشود، این بسیار چراغکای بلند تغییر میکنن میمونن، تو باید نقش بازی. در آنجا من گفتن که تو باید دندانهای زیبایت را نشان دهی، چشمهای خمارت را نشان دهی. من این خیال کنم دهنم محکم میشد، این خیال کنم چشمم محکم میشد. نفهمیدم. بعد ابرازی رستم بازی کردگی بینبالات و طایف. بعد آمده آهسته پیش گوشم گفت که تو یگان چه فکر نکن، تو مادر خوشبخت بودن تا فکر کن، تو فرزند به دنیا آوردی، تو خوشبختترین زن هستی، تو همون حس کن و همه چی خودش معین می شود. بعد وقتی که همین خیال کردم، هم تبسم هم چشم همه چی نمایان شد. برای هوای میگوین که مقصد گذاشتن. این گپی از اول تا آخری من وقتی که مقصد همون هنرمند به کارگردان درست موند وای همون درست بازی میکند. اگر که وای کارگردان از کارگردان وابسته، فیلم هایی که میبینید فیلم های برجسته ترکی ها هندو چه فیلم های بقوتی زیر، یا اینکه در صحنه اسپکتاکل زیر میبراید، یا اینکه در حیات معلم های نقص باشند، اگر پدر و مادر سختگیر باشد، اگر حتما همون طلبه هایی که علم آموزند به جای میرسند. سلامت باشید. خب باز میشنویم سوالی نوبتی رو. مرام اولین صحنه که راه شما را کشاد کدام بود؟ اولین وای از استروفسکی правда хорошо счастье лучше. در اینجا من 17 ساله بودم، نقشی یک زنکی 50 ساله بازی کردم. اولین نقشی بازیده من در اینستیتوت تئاتروی شهر مسکو همین بود. یک دختری که 17 سال دارد نقشی مادر 50 ساله رو چگونه بازی کردن میتواند؟ معلم های ما، استادان ما به می آموختند. گیرستن، خندیدن، جهیدن، غلطیدن، خستن، تبسم کردن، عموما تمام کار رو به ما می آموختند. و این نعره فیغانی از قهر دل برآمدگی مادر را بوریس ولادیمیرویچ بیبیکوف
وای پروفسور جهانی به من آموختند که وای اکنون حاضر بسیار اکتریس ها به من میگویم که انا این خیل بازی کنیتون وای در زندگی دیگر خیل است وای در صحنه مادر دیگر خیل است وای تاثیرش دیگر خیل میرسد تماشابین به و هاکذا. بله سلامت باشید. شما هم در صحنه تلویزیون هم در صحنه تئاتر و هم در صحنه سینما عموما نقش‌های گوناگون رو بازی داده و هم از عهده‌اش میبرید. بعضی از هنرپیشگانی هستند که صحنه تئاتر به آنها پسند است، یعنی در صحنه سینما کم نقش بازی میکنند. بعضی از اونها هستند که در صحنه سینما بسیار تر نقش بازی میکنند، صحنه تئاتر عموما برای اونها پسند نیست. بعضی از نفرانی هستند که تنها در صحنه تلویزیونی نقش بازی کردن، دوست نقش دارن تمام. خب عموما شما این گونه هنرمندان رو چگونه قبول میکنید و یک هنرمند میتوند باید انتخاب بکند که من در صحنه تئاتر بازی نمیکنم، در صحنه سینما بازی میکنم یا اینش نه اینش؟ بهترین سوال شما گویا که از دوره های ما آمدگی همه سوال های اون وقت ها بسیار ژورنالیست های با قوت این خیل سخن های این خیل سوال ها رو میدادند. هزار رحمت. بسیار سوالی بجا. باور کنیتون هست اکتریس اکتوری که تمام حیاتش در صحنه بازی کردگی از تئاتر بیرون نبر اومدگی هست. راست همین گپی شما حق کینگینیچنی فتگینیچنی میگوین وای انا همون موافق همون کینو با انا وقتی که میگیرن وای همون موافق اومده است، همون سیمای هوای موافق اومده است. برای هوای باید کارگردان ها، رژیسور ها، هنرمند های انتخاب کنند که همون رول به همون ابراز موافق است. این باز هم کارگردان وظیفه کارگردان است. سوال های جالب دیگر هم هست از جانب این خوانندگان. مرحمت شما. معلم جان عزیز، از همه نقش دوست داشته شما کدام نقش بود؟ انا همین 10 انگشت کدامش را گزی درد میکند. اون نقش هایی که من آفریدم همه‌اش برای من عزیز است، برای اون که من مهنت کردم. هنرپیشه‌هایی که ما با برنامه دعوت میکنیم وصف میکنم بیشتر از کارگردان های گذشته. بله. و من یگان هنرپیشه را ندیدم وقتی که در مهمانی دعوت کردیم از کارگردان های معاصر ما، از کارگردان های نسل نو ما گفته باشند. سبب چی است که از کارگردان های نسل نو حرف نمیزنند؟ پروفسور اربیلو نورجانوف میشناخته گستم، دکتر اسکوستراوید، پروفسوری صنعت شناس گذشتن از حیات. من با آن کس به حد سوال و جواب میکردم. همین سوال شما من با آن کس دادم. من گفتم شما بغیر از همون 4 کسی که تاریخ با آمدگی اولین صحنه صنعت برپا کردگی دیگر ماهان هیچ کی وجود نداریم. تا امروز 60 سال 50 سال کار کرده ایستادیم. شما همین خیلی سوال دادید که در حقیقت مشکل برای جواب دادنش اولا اینکه دوم اینکه خفه میشن و اینها نمیشن اکنون اختیار اونها یو لیکن کوشش کرده ایستادند. امروز بعضی فیلم های نقض هم برآمده ایستاده است. وای بیچاره ها چیکار کنند؟ اولا اینکه پول نیست، مبلغی که فیلم بنوار گیرند، وای کامراهای با قوت. ما با 100 نفر زیاد کار میکردن. این چراغک میموند، این لباس میپوشاند، این رنگ و بار میکند، این حرکت نشان میدهد، این مشق هر کس وظیفه خودش اجرا میکرد. اون وقت فیلمی برآمد و کارگردان تیار شده می آمد و بعد بنوار میگرفت. انا اون وقت خیلی آسان بود، بعد مبلغ زیاد هم بود. حاضر یک تا همین تلفنی دستی کتی فیلم نشان کرد. فیلم برنوار گرفته تلویزیون به نشان داده ایستادیم. بله. ادامه برنامه در مهمانی تلویزیونی بهارستان از خسته نباشه تماشابینان عزیز. من باور دارم که ادامه برنامه زمینگونه جالب و شوق‌آور خواهد بود و مهمانی برنامه ما هستند هنرمند مردمی تاجیکستان گلسره عبدالله و این از سالهای دیگر رو می‌خوایم براشون پیشنهاد بکنیم. معلم ما خواهم از فیلمی پاور ای پیویس یادرس بشویم که در اونجا شما نقشی توتی خانم مادر زهرا رو بازی کرده بودید. این هم نقشی مادر بود. بله. در اینجا آشپز و سراینده فیلم مقدس محمودوف در اینجا
با اونقدر پیر نبودم، خیلی 30 ساله بودم، لیکن باز هم در نقش مادر آفریدن. همون سیمای من که من باز تکرار کنم، سیمای مادرانه و در اونجا اولین شده ماشین رانی رو من نمیدونم و تا حالا نمیتونم، برای اون که وای کاری هر کس نی، همه کار میتونم. من در اسب خودم چالاکانه های میکنم، در اون کاسکادیرو نمیمونم، من خودم های میکنم. میگم وای در فیلم همون هیچ بودگونه، در اون فیلم هایی که 7 عروسی دزدیده شده، در اون فیلمی که من اشتراک کنم حتما اسب می نویسن که من اسب دوزم. همه کارو میتونم، لیکن همین ماشین رانده نمیتونم. بعد یک کاسکادیر جیغ زدن پیش به شیراندن و نیمیس بود، والتر نامش، و همونجا نگاه میکرد و خودی که من رفته ایستم هم میرد که بعد ماشین میقپد و هم تیز های میکند ماشین، لیکن وای من های کردنگی نی از پایون وای کاسکادیر همیشه های میکرد و من فقط گویا که در رول شدگی ما های کرده ایستادیم. Ну вот, заполнен штат, большой рахмат. Извините за рифму. Ждали тебя. О, вы поэт? انا من نتونستم. در حقیقت همه خیلی بود. نقشتون پیشنهاد اومد خودتون. بعد خیلی اکنون راست گپ بگویم، در همون وقت این فیلم اینقدر آوازه گرفتگی نبود چلی که حاضر این فیلم آوازه دار شد. سلام. مغفرت هم را کل بازی کردم. تشکر برای شما. سال 1986 شما در یک کینوفستیوال عنوان بهترین نقش زنانه رو گرفتید. بله. و فکر میکنم که واقعا این هم زحمت و مهنت شما بود و تلاش شما رو با اینو بعد گرفتن، به نظر گرفتن و این عنوان رو به شما سزاوار دونستن. کی به شما خبر داده بود که شما بهترین نقش زنانه رو سزاوار گشتید و در میان چند نفر بودند که از میان اونها شما انتخاب شدید؟ این در پیشتر به حد جدی بود که فستیوال ها با یک رمزی مرکب میگذشت و در اونجا همه عالمان، آدم های سیاست مدار، آن شخصانی که همه درست میفهمیدن صنعت رو اشتراک داشتن، یک 12-15 کس اشتراک میکردند. این همین چشمه گویا یا این راولوس من به تو محبوب همون فیلم از همین دو همین فیلم به من با جایزه دادن. نه اپیزود بودن این. جایزه دادن. تئاتر و هنری حقیقی و مهنتی حقیقی و زندگی، یک لحظه از زندگی ما زنده نشون میدیم از صحنه. دیگر خیلی میآموزی. کینو هر چی نباشد و نگاه میکنی از اکران و دیگر خیلی سیاتش کو. برای همین خیلی یک چیزی حیرت آوری صحنه تئاتر همین است که وقتی که نمایشنامه شروع می شود در اونجا دوبل استاپ از نو این سخن از نو تکرار کن، مثلا این نشد باید با هیجان، این گونه چیز نیست. همین نمایشنامه که شروع شد و الکی زندگی میکنی در صحنه. اصلا جالبیتش فکر میکنم که همین است. شخصا برای من همین چیز پسند است که واقعا در اونجا من نمیکنن صحنه را و اگر نمایشنامه مثلا 2 ساعت یا اینکه 1.5 ساعت باشد، 1.5 ساعت به یگان استاپ دادن، به یگان مثلا توقف کردن، هنرمند نقش بازی میکند، زندگی میکند در صحنه. و سوال‌های بعدی رو میشنویم. مرحمت. هنرمندان جوان امروزه را چگونه بها میدهید؟ باور کنید یگان خیر میبخشیتون، چون که تصادف افتیدگی. جوانهای حاضر را کم کار میکنند، مهنت دست نمیدارند، فقط آرایش خود به انا میخیلین. معلم عزیز، آیا در یگان فیلم خارجی نقش بازی کرده اید؟ من در قرغیز فیلم، قزاق فیلم، موس فیلم از این ازناس بود وقتی که استودنت بودم و عموما اکو نقشکای مایده می آمدن برای اکو استودنت بودیم، رفتم خارجی ها بایم بازی میکردیم. من این سفره با بسیار فیلم میگیرم، بخارا با همون اپیزود اکوی خورده بازی کردگی. سلام علیکم. معلم عزیز یکی از هنرپیشگانی هستند که واقعا هم هنری اصیل دارند
و تمام مردم معلم عزیز رو علاقه اعتراف کردند و بزرگان است در وصف معلم عزیز چند سخنهای واقعا هم خوب گفتند که این لحظه برای اثبات این گفته ها ما نوار در دست داریم که این لحظه برایشون پیشنهاد میکنیم. دخترک دهه من که در صحنه کلون کرمل برندگی میکند بیشک باعث فخر من است. میرزا تورسونزاده. هیچ فکر نمی کردم که دخترک از یک دهه دوردست تاجیکستان کتابی مرا خواند است و باز با شوق و ذوق صمیمی نوشته هایم را به خودم قصه می کند. رسول غمزتوف. داستان نوبتی من الویدا گلسران نام دارد ولی من با تو و هنری فوق‌العاده ات درود می فرستم. گلسره چینگیز ایتماتوف. برای آفریدن نقش مادر در فیلم رستم و سهراب من بانو گلسره را با قامت زیبا، چشمان شهلا و دندانهای مثل مروارید دریافتم. باریس کیمیاگاروف. آن نقش‌های مادرانی که من نآفریده‌ام گلسره می‌تواند به انجام رساند. صوفیا تویبویوا. طبیعت با گلسرخان ما چهره زیبا، قامتی رسا، حرکت‌های موزون، گفتار شیوا و یک جهان محبت به تئاتر بخشیده است. نیزام نورجانوف. گلی زیباترین گلسره شیرین با امید بخزانیش و گلفشانیش به سر ما. لایق شیرالی. گلسره بانوی توانا، جسور و مشکل کشاست. رفتارش مردانه است. محمود جان واحدوف. خسته نباشید تماشاگران عزیز و فکر میکنم که ادامه برنامه برای شما جالب است و با صحبت‌های جالبی معلم عزیز با اشتراک این خوانندگان فعال برنامه امروزه ما یادرس میشیم. بار دیگر مهمان استودیویی ما هستند هنرپیشه مردمی تاجیکستان گلسره عبدالله و بار دیگر خوش آمدید. این لحظه سوال نوبتی رو میشنویم. مرحمت. کسب انتخاب کردن در زندگی چی را عوض کرد؟ کسب انتخاب کرده من از زمین تا آسمان تغییرات آورد. اون پست و بلندی هایی که در حیات می شود، در زندگی می شود، ما الکی از همین کسب خودم من خودم اصلاح میکنم، در راه درست میگذارم و این چنین فرزندهای خود را من در راه درست مانده آدم‌های در جمعیت در کاری تربیت کردم. بسیار نویگری ها، بسیار برباری ها به من داد. سلامت باشین. فکر من چنین است بعضی از اپیزودهایی هستند که مقصد فیلم رو میفهمونند. یک اپیزود خرد است، یک صحنه خرد است، فیلم رو مقصد فیلم رو میفهمونند به تماشابین. شما چی فکر دارید؟ اپیزودها از نقش‌های کامل چی تفاوت دارد؟ من حاضر همین خواننده ها کلیپ میگوینند، یک صحنه میآفرند، یک معنای یک فیلم رو به نوار میگیرند، پیشنهادی تماشابین میکنند. همین هم اکو اپیزود گویی میشود. یک اپیزود بازی کرد در همون فیلم، در همون سپکتاکل، در خاطری تماشابین ابدی موند. هست که نقش های اساسی بازی میکنند لیکن در جای خود نیستند، آنها زود فراموش میشوند. ولی برای همین من گفتنی که یک اپیزود میتواند معنای نه اینکه یک سخن، یک کلمه میتواند تقدیر عالم رو حل کند، نه اینکه اپیزود. البته و معنای فیلم رو میدهد و حل میکند. سلام باشید. تشکر شما. من میخواهم که از لحظه های خاطرمون 50 سالگی فعالیت ایجادیاتتان حرف میزدید. من میگویم که با 80 در آمدم و حالا هم من جوانم. شیخی میکنم با 80 در آمدی اکنون یک لحظه گفتی شما یک اپیزود از زندگی ایجادیت نشانده، پیشکشی خلق کن، تماشابین کن و این چنین یک زمره هنرمندها در تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف 50 سالگی هم گذراندیم.
همه تماشابین پر از سالارها بودند و ما هم خرسند، مخلصان هم خرسند شدند و این مقصد از آن بود که ما یادآور شویم از آن کارهایی که در 50 سال اجرا کردیم محصولاتش پیشکش خلق کنیم و این چنین هم شد. مخلصان راضی بودند، تماشابین پر از تالار بود، گذراندیم. صد تشکر که همین خیلی روزهای هم بوده است. بله سلامت باشید. تشکر. بینندگان عزیز، از همین لحظه ها نیز ما نوار در دست داریم و فکر میکنم که فرصت دیدن همین نوار است. یک جا تماشا میکنیم، بعدتر برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم. با شبکه بهارستان بمانید. شما در ایام جوانی یگان دوست داشته داشتید؟ اوه انا همین گپی زور. به محبت زندگی نیست، به محبت حیات نیست. محبت پیدا می شود وقتی که سن 2 سال به جاش رسه. یک کسا رومیو و جولیتا، من از 14 سالگی هاشون دوست داشتن یک دیگره. شکسپیر هست که از 18 سالگی هست، از 22 سالگی. اساسش این از جوانی. انا همین شماهان حاضر نشستیتون دل و باطنتان حسیتان پر از محبت. درست سوال دادی، لیکن من انا همان وقت تا 3 کورس خواندنم هم نمیفهمیدم. من خوانده تمام کرده آمدم، بعد ناخواست یک جوانی زیبا رو در راه واخوردم، یک بیگانه، همون به عاشق شدم. خانه‌دار شدید با هم؟ بعد همون به خانه‌دار شدم. میتونید درباره شوهرتون معلومات دید کی بود؟ چی کار میکردن؟ اگر باور کنید اون کس اینستیتوت طبی به میخواندن، من همیشه سفرهای هنری، انا کیناسیومکاها و تئاتر عموما بسیار بند بودم و همون پرتوف اینستا فقط از پس من شد. به حد و محبت حقیقی بود و اگر من نقل کنم حوض این نمایش یک طرف میموند. سلام باشید. تشکر برای شما. خب این لحظه سوالهای نوبتی رو میشنویم. مرحمت. یگان بار فکر از صحنه دور شدن رو کردید؟ من به 80 رفته ایستادم، لیکن به تئاتر، به صحنه من تصور کردن نمیتوانم. اسپکتاکلی که اشک‌های خونین حتما کوشش کنیدتان، مادراتان، بیبی‌هاتان زنده حیات باشن، گرفته بیایتان و همین خیلی نمایشنامه با قوت سختی که التماس یک صحنه هم عصبی نشان داد که همین ها. بیا شما امکان هست که یک چند پرچه شما بازی کنید؟ من یک صحنهش میگویم که مادری که 10 فرزند دارد در خانه کسی بیگانه میمورد. برای آن که با هر سبب، با هر بهانه فرزندها از مادر رد میکنند. یک کس میگه خانه‌ام دور، یک کس میگه خانه میده، یک کس میگه خانه ندارم، دیگر میگه وقت ندارم. عموما به هر بهانه ها مادر همین را میداند و خاموش میستد. دل مادر بزرگ است و این در دلش بعد وقتی که همون آخران سخنی واپسی نشه به مردم مراجعت کرده میگوید و فغان میکشد. همین تماشابین ما زل ما همین گریه هاشون اما آوازشون میبراید. همین آوازی گریه هاشون من میشنوم. من چشمی تماشابین که نگاه کنه گپ میزنم، نفس آنهای من حس میکنم و اگر این مونولوگ‌های این رقص‌های بازی کنیم ممکن است 3-4 ساعت رود نمایش. تماشابینان عزیز، این لحظه پرچه از همین نمایشنامه تئاتر کنونده شده رو یک جا تماشا میکنیم. برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم. با شبکه بهارستان بمانید. اگرچه وجود دارم آنها برای مادر کیها مردن. 3 ماه می شود که شما مرا بازی بدونید. گمان میکنید که مادر پیر است، هرچی گویم باور نکند. من از همش واقفم. تنها به شما یاد میگویم شما یارو رنجاندن نمیخواد. وقتی که گوشی مادران وزنی میشود
دیلشان حس میکنند. چرا در اینجا در خانه کسی بیگانه خوابیدنم را هم من میدونم. شمایان نقص میدونید که عمرهای رسی من بر شمار بوده است. این لحظه سوالهای نوبتی رو میشنویم. مرحمت. образҳои усмахон ва сурмахон чӣ гуна тавлид шуд? افسوس شادروان مولوده عابدова هنرمندی خلقی تاجیکستان دوگانه نزدیک من از حیات گذشتند. اونگاه سرمخان من اسمخان. یک فیلم دیوشکای سگدیانه و طاهری بازی میکند و ملاهای بازی میکنند و بعد میگوید که گبزن سرمخان سرمخان و همجا مراجعت میکند و میگوید که سرمخان سرمخان. من به همین گفتم سرمخان همین نمایشنامه خودمونه من اسمخان شدم دوگانیم سرمخان. این نمایشنامه ما پر از تنقیدی بود. این خیلی حجوی تنقیدی مهان خیلی تگی گپ رو نشون در کاسه نیم کاسه رو نشون میدادیم. این یک ساتیره گفتگی چیز همون خیلی رو بازی میکردیم. بسیار یک خلق و معقول شد. انا همینه ما مردم بین مردم رفته بازی میکردیم که مردم کمی هم باشد خرسند شوند در لبشون تبسم پیدا شود بگذار همون روزهای مدهش رو اثر بدر کنند. برای همین نمایشنامه رو ما تیار کردیم. صحنه‌های اسمخان و سرمخان رو این لحظه ما آماده کردیم. مرحمت. این قسمت رو نیز تماشا میکنیم و بعدتر برمیگردیم. وای نگاه کنید. وای دیدی دیدم کاش که نمیدیدم. وای راهگردی های وای می آ قدم زنش نگاه کن. آ کابلو کاکا چیکنه نه دوگانه جان. نگاه کن یک ماشین خارجی اومده ایستاد. آه وای درو یه دم وای حتی با شفیار نگاه نکرده یه دم شین ماشین معقول نمی یا شافیر معقول نمی. سرمخان لبای همین کله و کنده دختری من همین دخترک وای حتی با ماشینه جهانی تقایم نمیشیند یا مرشروتکه یا ترالبوس. اسمخان همین کله و کنده دختری تو بود که عینکات تیدگونه اسمخان مرشروتکه رای ادامه برنامه در مهمانی تلویزیونی بهارستان است. خسته نباشید. یک قرصک بلند برای خودتون بزنید. مرحمت. سوالهای بعدی رو میشنویم. باز هست مرحمت. معلم جان عزیز فرقیت حیاتی حقیقی از زندگی در صحنه در چیست؟ فرقیتش به نهایت کلان از زمین تا آسمان گویی می شود. بله. وای حیات دیگر زندگی دیگر وای صحنه به خودش صحنه ما یک چیز قش میکنیم آب رنگ میتیم جلو میتیم. اگر حیات به چطور هست اما که گریه میکنه فغان میکنه ناله میکنه در زندگی وای معقول نمیشد قبول نمیکند تماشابین گریه نمیکند لیکن در زندگی دیگرها گریه میکنه وای صحنه دیگر است. برای هوای فرقیتش به حد کلان و آنی که من فقط تمام حیاتم مادران غم زده و معتمه بازی میکنم فاجعه ناکه از خدا تولا میکنم که خدا نشانت در زندگی من این خیلی نشود. به حد مشکل. تشکر. بهترین برداشتی زیاده از 50 سال فعالیت رو اگر با یک جمله شما بگویید. راستش گو. بله. اگر باور کنید اینا با یک سخن گفته نمیشه من اینا با یک سخن میگویم و بعد کمک تصمیم شرح میدیم. همان 50 سال 60 سالی که من در صحنه نقش آفری کردم هنر را پیشکشی مردم کردم و
آن خدمت و مهنت و زحمتی هایی که من کشیدم فقط خدا میداند، مخلصان خودم میدانند و خودم میدانم. من چی گفتنی هستم؟ همین روز گویا که من هیچ کار نکردم. در اینترنت من هم میبخشید همه چیزی نگاه میکنم، همه ستاره مشهور و همه عالم گرفتاده همه خیلی نگاه میکنم. ما کلان سالا از بین رفتیم، هنر و خدمت ماهان یک طرف ماند. تاریخ و می ایستاده میگیره، یگان وقت و سالهای پیدا می شود که کسی ورق میزند و کسی تماشا میکند و میگوید که در حقیقت در همان عصر همین خیل هنرمندها بودین. این خیلی گپ حتما میگویند وقت و ساعت است. حاضر یک زمانی که به جوانهای ما این چیزها لازم نیستند. انا همین گپ من گفتنی هستم. حالی شاید بریده پرتایید. حتما همین سخن طریق شبکه باورستان فیلم را شما تماشا میکنید. سلامت باشید. تشکر برای شما. تشکر برای شما معلم عزیز و برداشت شما از صحبت با مخلصان خردتون. من چی میگم؟ ای جوانان، ای جوانان، این دولتی کهن بنیاد در دستی شماست. بینندگان عزیز، یک چیز رو ما باید صرف نظر نکنیم. امروز در برنامه ما یک کم نویگری بود در برابر خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 ناحیه اسماعیل سامانی. آموزگار این خوانندگان ما رو همراهی کردن و در استودیوی ما بسیار خوش آمدید. شما مرحمت بلندگویی که به معلمه میدهیم. و معلم عزیز، من میخوام از شما سوال کنم. من برای چی در انجام با شما خواستم صحبت بکنم؟ من خواستم فکر شما رو، اندیشه شما رو بفهمم. همینگونه برنامه عموما به خوانندگان چی میدهد؟ همچون آموزگار به اندیشه شما صحبت امروز چگونه بود و چی برداشت کردید از چند لحظه که با هم بودیم؟ تشکری زیاد. من معلمه گساره عبدالله را از سن خردسالی از دوره مکتب خوانی میدانم. من بسیار فیلم هایی که معلمه بازی کردن تماشا کردم، خصوصا نقش آیشه در فیلم هج بودگان. من همه آن رو در اون سن خردسالی تماشا کردم و من بسیار هم پسند بود این نقش. امروز هم شاد هستیم که با معلمه واخوری داریم. با معلمه عزیز هم از نام خودم هم از نام شاگردانم منتداری بیان می نماییم. با معلمه عزیز تنی صحت خانه آباد کامیابی های نو به نو را در جاده هنرشان تمنا می نماییم. دو سال در ذهنتون میخواستید که از معلمه بپرسید و حالا همیگونه فرصت هست. بیشتر سوالهایی که در ذهن من بودن، شاگردان من بیشتر این سوالها رو به معلمه دادن. مثلا درباره نقش آیشه که یک دختر جسور بودن، من میخواستم بیشتر از درباره آیشه پرسم. خیر الکی معلمه در این باره گفتن. لیکن خوب میشد که چنین نمایش واخوری ها بیشتر شود، چون که شاگردان امروزه ما مثل معلمه گساره عبدالله بر این هنرمندان رو شناسند، با هنری آنها، با فعالیت آنها از گذشته تاجیک فیلم و تئاتر تاجیک برخوردار شوند، چون که چنین واخوری ها به آنها یک روحیه معنوی و اخلاقی میبخشد. بسیار هم از این واخوری با معلمه شدیم. برای شما هم تشکر زیاد که ما رو به این برنامه دعوت نمودید. سلامت باشید. تشکر برای شما. و معلمه، از صحبتی که با خوانندگان داشتید با ما داشتید شاد هستید یا نه؟ نوروز جان، اولا تشکر به شما، به این تلویزیونی بهارستان که به نظر گرفته تکلیف کردید. من با جان و دل آمدم، چون که جوانهای دست می‌دارم. وقتی آدم پیر شد با جوانها هم صحبت شود، از ویها انرژی میگیرد و باز هم قوت گرفته زندگی میکند. من یک حلاوت بردم، باز باری دیگر میگویم، از سوالای شما، از بودن اینها، از صحبت‌های با عقلانه اینها. من امروز فخر میکنم که جوانهای تاجیکستان هم به پیش رفته ایستادند. شکر الله که همه آنها با ترتیب، با انتظام، با معرفت،
با فکرم هر یک شخصی نشسته تربیه درست دارند و شما با فکرم همین شخصای مخصوص تکلیف کردگی که اما با آداب برای همان من منتداری خود را با پدر و مادر شمایان اظهار میکنم. تشکرهای زیاد به همه نشستگان. معلم جان برای شما البته از شما وابستگی کلان دارد. نوروز جان شما به بسیار رحمت. فقط همین آبادی باشد، تنجی باشد، امانی باشد، تاجیکستانمان تنج باشد. خداوند کریم همه به آرزوی امیدش رساند که دعای مادرانه، دعای من که نقش مادر، من از خدای تعالی تولا میکنم که انا همین نشستگان مردم تاجیکستان در خاک وطنم جانم، در نام وطنم جانم، انا همین جوانا گمان کنند که وطن قیمت است، خاک عزیز است، مردمش به جان و دل نزدیک است. خوش آمدیتان همه شما به آرزوهاتون رسیدتان. راستیگه من از درچی حراس داشتم که شاید در رفتی برنامه یا پیش از برنامه یا تا انجام برنامه معلم از صحنه بیرون نشوند، زیرا بوده میگونه برنامه که معلم از میانی صحبت صحنه رو ترک کردن و رفتن. خوشبختانه برنامه ما با صحبت های شوق‌آور به انجام رسید و از این ما نیز شده هستیم. تشکر. من معلم عزیز به شما جهانی سپاس میگم برای اشتراکتون در برنامه در مهمانی تلویزیونی بهارستان. اطمینان دارم که البته بعد از تماشای این برنامه تماشابینان ما واقعا هم در زندگی باز میتوانند یک چی آموزند و میتوانند کمی باشد راهی خود را، سمت خود را، یک گپی خود را، سخن خود را، حرکت خود را، عمل خود را عوض بکنند. بله. بله. من با خوانندگانی که این لحظه در استودیوی ما هستند به شما نیز جهانی سپاس در خوانش شما برای کامیابی آرزو مندم و خدا کند که شما کسب درستی خود را در آینده انتخاب کنید و یکی از نفران فعال در جامعه تاجیکستان سهمتان در این جامعه برسد. تشکر برای شما. تشکر. آفرین شما آفرین خنزنیر. سلام باشید. تماشاگران عزیز، انجام برنامه در مهمانی تلویزیونی بهارستان آغاز دیگر برنامه‌های جالب شبکه بهارستان است. مهمانی برنامه نوبتی ما بودن هنرمند مردمی تاجیکستان گلسره عبدالله و تشکر. تا آغاز برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیونی بهارستان خیر تماشاگران عزیز.